اگه حتی یه دونه از کارهایی که واسه بهتر شدن روزت گفتم و انجام بدی، فقط یه دونش، به زودی نتیجهش رو میبینی و روزهای بهتری خواهی داشت. چند بار شده که از خواب بیدار بشی و حس کنی که امروز هم یه روز از دست رفته دیگه است. بعد این ویدیو یاد میگیری چطور قبل اینکه فرصتات از دست بدی، از همین الان بتونی از روزت لذت ببری و بهترین استفاده رو ازش داشته باشی. وقتی از خواب بلند میشی چی کار میکنی؟ اولین کاری که میکنی اینه که گوشتو چک میکنی، آره؟ ولی این بدترین روش شروع روزته. روش اولی که میتونه باعث بشه روزتو بهتر شروع بکنی، شروع آگاهانه روزته. 5 دقیقه کلا وقتتو میگیره. وقتی که بیدار شدی بلافاصله بعد از بیدار شدنت بگی بشین، چشماتو ببند، یه جمله شکرگزاری بگو. مثلا خدای شکرت که امروز هم بیدار شدم، امروز قرار روز خوبی باشه. بعد چشماتو باز کن و یک هدف برای روزت تعیین بکن، یک هدفی که میخوای امروز بهش برسی. اینطوری تمرکزت روی روزت بیشتر میشه و اضطرابت هم کمتر میشه و روزتو میتونی بهتر مدیریت بکنی تا آخر روز. این 5 دقیقه کنترل رو بهت برمیگردونه و باعث میشه روز خیلی خوبی داشته باشی. یادت نره روزی 8 لیوان آب هم بخور. بچه‌ها رو راست باشید، واقعا روزی 8 لیوان آب میخورید؟ آب خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. نه تنها بدنتون کم آب نمیشه، باعث میشه هضمتون بهتر بشه، پوستتون بهتر بشه، روشن‌تر بشه. خیلی فواید داره آب خوردن. بگید کدوماتون روزی 8 لیوان آب میخورید؟ کاملا صادق باشید با هم. روش دوم، دیدی بعضی روزا کلی کار سرت ریخته، توی یه روز باید کلی کار انجام بدی، باید 10 تا جا بری، به 10 نفر سر بزنی، 10 تا کار مختلف انجام بدی. اول روزت همیشه 5 تا کار اولویت دارو روی برگه بنویس. 5 تا کاری که میدونی باید اون روز انجام بدی روی برگه بنویس و وقتی رو برگه میاری کاراتو، اولویتاشون مشخص میشه. وقتی رو برگه میاری متوجه میشه کدومشون اولویت بیشتری داره، کدومشو اول انجام بدم، کدومشو انجام ندم حالا خیلی هم تأثیری نداره و اینطوریه که روزت برات مفیدتر میشه. روش سوم، حرکت کوتاه و هدفمند. یعنی چی؟ هر 3-4 ساعتی که نشستی بلند شو، یه 10 دقیقه پیاده روی بکن. این باعث میشه که هم خون داخل بدنت گردش پیدا بکنه، هم اضطرابت کم بشه، هم عضلات تحلیل نره. این روش مخصوص کسایی که کارمندن یا تو روز خیلی میشینن. میتونی به جای راه رفتن حتی حرکتای کششی هم انجام بدی. دستتو اینطوری بکنی، بکشی بالا، اینطوری گردنتو بکشی پایین، گردنتو از این ور از این، گردنم شکست. میتونی خیلی حرکات انجام بدی. روش چهارم، تنهایی با خودته. روزی 15 دقیقه از جمع دور شو، از هر کسی که تو محیط کارته، تو محیط دوستا، فامیل، هر جا که هستی. روزی 15 دقیقه دور بشو، با خودت فکر بکن، اهدافتو بیار تو ذهنت، اصلا بشی آهنگ گوش بکن. از خودت لذت ببر تو این 15 دقیقه. باعث چی میشه؟ 1، باعث میشه آرامش پیدا بکنی. 2، خودتو میتونی بهتر بشناسی، میتونی تو 15 دقیقه روزتو اصلا تحلیل بکنی، کارهای اشتباهی که کردی، کارهایی که درستی که کردی. و مهمتر از همه واسه کسایی که درونگرانی یا نیمه گران، حالا نیمه گران میشه دیگه، درسته، باعث میشه باتریای اجتماعی بودنشون شارژ بشه تو اون 15 دقیقه. دوباره با یه انگار تو اون 15 دقیقه ریفرش میشن و میتونن دوباره ارتباطات اجتماعی از سر بگیرن. دیگه وسط روز بیحال نمیشی، انرژیت از دست نمیره، دوباره شارژ میشی. 15 دقیقه خیلی مهمه. روش پنجم، پایان دادن آگاهانه روزته. یعنی چی؟ اول از همه موفقیت هایی که توی روز کسب کردی 3 تاشون رو برگه بنویس. حتی شروع آگاهانه روزت هم که گفتم بلند میشی 5 دقیقه به خودت وقت میدی، اون هم میتونی روز موفقیتت بذاری. 8 لیوان آب خوردن میتونه روز موفقیتت باشه چون به سلامتیت اهمیت دادی. کلا نیازی نیست این موفقیتت خیلی بزرگ باشه و به چشم بیاد. علاوه بر اون، چیزهایی که تو طول روز یاد گرفتی، کارهایی که کردی و اشتباه بوده،
اینا رو بنویس. علاوه بر اون برنامه‌های فردات هم بنویس. پس شو چند تا چیز: 1 موفقیتاتو بنویس، 2 چیزایی که یاد گرفتی رو بنویس، 3 کارهایی که اشتباه انجام دادی تو طول روز بنویس و در آخر کارهایی که برای فردا میخوای انجام بدی. همه کارهایی که میخوای واسه فردا انجام بدی و توی برگه بنویس. وقتی که کاری که میخوای انجام بدی می‌نویسی، مغزت تو طول شب اینو هضم میکنه. خب بهش فکر کردی که نوشتی دیگه. وقتی فکر میکنی رو کاغذ میاری، مغزت بهش فکر میکنه و تو طول شب تا روز مغزت اینو هضم میکنه. حتی احتمال داره خیلی راههای جدید به ذهنت بیاد، احتمال داره خیلی چیزای جدید رو حتی کشف بکنی توی حوزه کاریت. و حتما نیم ساعت قبل خواب حداقل گوشی رو بذار کنار، چون اشعه های گوشی میتونن به خوابت آسیب بزنن. اینطوری روزتو به بهترین شکل تموم کردی، خواب بهتری داری، مغزت برنامه‌های فراتو هضم میکنه. موقع خواب هم چون با گوشی کار نکردی، ذهن آرومتری داری. پس احتمال اینکه صبح قوی تری داشته باشی خیلی زیاد میشه. رفقا اگه ویدیو رو دوست داشتید تا الان هنوز مونده، لطفاً لایک و ساب بکنید و نظراتتون رو توی کامنت ها بهم بگید، حتما جوابتون رو میدم. اگه حتی یه دونه از کارهایی که واسه بهتر شدن روزت گفتم و انجام بدی، فقط یه دونش، به زودی نتیجهش رو میبینی و روزهای بهتری خواهی داشت. علاوه بر اون کیفیت روزهات هم خیلی بیشتر میشه. رفقا مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدید، مرسی از حمایتتون، مرسی از وجودتون و بودنتون. دوستتون دارم زیاد مثل همیشه. امیدوارم یادتون بیاد. روز خوبی داشته باشید. الان کل شهر با صدام کله میزنن، جوری میام انگار گرگم و گله میبرم، بازی و بلدم بدون دسته میبرم، دیگه بلانت به کار نیست فله میزنم. یه گوشم در بود یه گوش در بازه، اصلا دنبال شهر بودم تو گهواره تهران ما رو داره، اگه هنوز سر پای سر سبزارم و سرخ زبونم آره رو کوشک میبرم.